بچه‌های عزیز، آی 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 دیشنا خواهر شوهر مادر شوهر به مهمون ما بوده. میفرمایش تو که بعد رفتن او شد سر هم تو سنگین چه هم تو سنگین چه، اما غلام اینجور مواقع من مسئول سگ و دود میکنم، دور تا دور خونم میریزم که دم و دعای خونه برطرف بشه. بارونه دختران و پسران گلم، من همیشه عادت داشتم از سر کار بیامد و میگفت ساهان در برمه باز میکرد. امروز بیامد و گفت ساهان نبود که در برمه باز کنه. دوستان عزیز توجه داشته باشه، شوب از سر کار بیامد بدونین که هیچ توجهی من داشته باشه رفتاری خوشم. شما در اینجور مواقع چیکار می‌کنی؟ من خود میگه قطره ادرار خفه غذا و قاطی منو چنان وابسته ممشو که عمدا بهش من پیشنهاد بدم اگر شش ماه بهش من بی محلی منه یک قطره ادرار خفه غذا و قاطی کنه، حالا که روش‌های مدرنش از اون روش‌ها استفاده کنه. وقتی می‌خندی دختر پسرای مامان کسلوم، همجوری که تو خانه تنها میشین مامان جان یک تسبیح برداره بگه 100 تا صلوات نزد خود. ساهان جان مامان ساهان خیلی دلتنگ تو از تو مامان، بگه 100 تا صلوات نزد خدا این دستگیر آخرتش من میشو.